از حسابی مبلغ گیریاشو من قناعتمند نیستم. وقتی بودی ندارم. نه اونقدر نغز و نه اونقدر با. ایمیج کارمندان تیپ خیلی بالا رفت. بهای اعلاتری رو به همین کارمندان تیپ میدهیم. هر سال 18 август در تاجیکستان همچون روز پزشکان و کارمندان دیگر ساحه تیپ تجلیل کرده می شود. امسال این عید در روزی آمد که 4 ماه باز جمهوری تاجیکستان را بیماری واگیر کرونا ویروس فرا گرفته است و کارمندان ساحه تیپ باشد در مبارزه با این بیماری همگیر هستند. از این روزها پیش کارمندان ساحه تیپ را همچون متخصص بی‌پروا و یا آنانی که به پول کار نمی‌کنند میشناختند و عین زمان باشد همچون فرشته نجات و از خودگذشته ها و از عائله دورگشته ها میشناسند و ستایش میکنند. با همین مقصد ما به کوچه‌های شهر دوشنبه برآمدیم و از ساکنان میپرسیم که به کار کارمندان ساحه تیپ در عین زمان چگونه بها میدهند. حاضر از دکترخانه برآمدیم، اپراسیون دندانی من کردن. دکترما هزاران رحمت میگم برای دکترایی که تیز کار میکنن، تازه کار میکنن دکتر. ما راضییم ای دکترها هر روز میآیند در چسکم فر میگردن. چی دکترای کلونشو جیدو مدسسترا جیدو میآیند گپ میزنن کسل تمپراتور داره یگان کسل باشه گپ زنه. های ما میگیم سوزیم که حاضرنده. نغزن نه ما یگان شکایت نداریم ای دکترها. برای که بچهای ما هم دکتران و یا هم امی خیلن کارشو دست میگیرن یگان آدمی کسل یگان آدمی چیده میروند پیشاشو خدا را شکر. باهای اعلا مصیبت خوب چه سوالهایی که از آنها میپرسیم و سوالهای منجواب بود. دکتری که سواد کافی دارد البته وای با مزاجانش هم بسیار است، اما افسوس که دکترانی هستند که بسیار هم به خطاگی های زیادی راه میدهند. از حساب مبلغ من قناعتمند نیستم از کاریم از حساب مبلغ گیریاشو، اما لکن البته اونها هم چی کرده ایستادن کار کرده ایستادن مهنت کرده ایستادن قناعت بخش من حساب میکنم. اولا گفتنی هستم که خود پدر مادر من کارمندان تیپ هستند. پیش از همه پدر مادر خود رو با این روز عید کسبی تبریک گفته در سیمای آنها برای همه طبیبانی که در تاجیکستان فعالیت میکنند تنصیحاتی خانواده و همچون پیروان سینا که در این وضع کنونی که جمهوری تاجیکستان رو فرا گرفته است این بیماری کرونا ویروس پیش از همه بر عائله آنها صبر بر خود آنها بردباری ها تمنا دارد. در همین وضعیت همین روزه با کارمندان تیپ صدها بار آفرین گفتن در کار که مثال جان خود رو دریغ نداشته، از بحر خانه و در از بحر فرزندان گذشته، ماها همراه بیماران در بیمارستان ها بودن. اگر گوید که چی بها میدهد بهای اعلاتری رو به همین کارمندان تیپ میدهیم. بهای خوبه شده خور کستند همین دستگیری کردن کسالی و رحمت همشون داشت همین قایده بهای خوب و علا برای که بسیار تشویش کردن بسیار برای همین کووید 19 بسیار بفکن برای بهترین کردن خدمتی بهترین نسبت به سالهای پیشتر دیده با یک چند ماه پیش مقایسه کنیم ایمیج کارمندان تیپ خیلی بالا رفت که این هم ارزنده است فکر میکنم با اون خاطر که کارمندان ساحه تیپ در دوره این پاندمی کرونا ویروس یگانه نفر هستند که در صف اول مبارزه اند ضد این بیماری و من با کارمندان تیپ در کار و فعالیتشان بردباری ها تمنا دارم و میخوام که همیشه صافدلانه به خاطر ملت خدمت کنند. بهای ناس میتونم خیلی مهنت کردن کسالی‌های توبت کردن. ما با کارمندان ساحه تیپ بهای بلند میتیم برای که در این وقتی کرونا ویروس شب و روز خدمت کرده ایستادن در ما بهای بلند میتیم. اجازه است یک سوال داشتم. خیلی خوب، مثلا من خودم دانشجوی یکمی دانشگاه تیپ باشم، در آنجا درس میخونم. خیلی خوب، رفتار خیلی خوب، همش نقص. وقتی بودی ندارم. نقص اعلا کارشون زود. یعنی یکان شکایت نداره؟ نه یکان وزیرش به شکایت نیست. اخیرا مرتبه کی به دکترخانه رفته بودید یا به بیمارخانه؟ 4 روز پیش قریه بلو رفته بودم.
چی گونه مناسبت داشته؟ مناسبتشون نه اونقدر نغز و نه اونقدر بد، نرمال. از شما اپرا جان چگونه بها میدی؟ خوب. ماست. خوب گفته بهتون نمیدونه گنده خیلی چنین همون زورتشون و ایشون تواناییشون نقص های نمیدونه. کاری دختران کاری ناز کسیدن جدا، تاجیکستان خدمت کسیدن. تاجیکستان جدا من بیمار همش جدا، همه یاردم کسیدن. ما رحمت جانون بالی بهم میگن که ما مینداریم جدا، همین بیمار نیست میشه چنین جدا.